من توی یه دهکده تقریباً کوچیک بزرگ شدم. یعنی اینقدر کوچیک که همه توش همدیگه رو میشناختن. ما اینجا کلاً یه دونه مدرسه داشتیم و یه دونم دانشگاه. یه کوچه توی دهکدمون بود که به ناکجا منتهی میشد و حتی یه دونه تیره چراغ برق هم توش نبود که شبا اونجا رو روشن کنه. ظاهراً یه کوچه ممنوعه بود. یه علامت ورود ممنوع هم روش چسبونده بودن. مامان و بابام همیشه یه جورایی راجبش حرف میزدن که بیشتر مشکوک میشدم. به من میگفتن که هیچی توی اون کوچه نیست، فقط یه انبار خیلی بزرگ تهش و اصلا لازم نیست فکرتو درگیرش کنی. هرچند یه داستان قدیمی و ترسناکم راجبش وجود داشت. از همونا که داداشت وقتی سنت کمه و ساده‌ای واسه تعریف میکنه، تو هم چون بچه‌ای راحت میترسی و کل شب از ترس خوابت نمیبره و خودتو خیس میکنی. منم بار اول داستان ترسناکشو از داداشم کوین شنیده بودم. داداشم میگفت ته اون کوچه اصلا انبار نیست. در واقع اون قدیما اونجا یه جور ساختمون پزشکی دولتی بوده که توش آدما رو آزمایش میکردن. هرچند بعدها مردم فهمیدن و بسته شد. هنوزم نمیذارن کسی نزدیک اونجا بشه چون میگن توش پر از وسایل پزشکی گرون قیمته. در واقع دلیلش اینه که اونجا یه موجود وجود داره که توی اون ساختمون قدیمی زندگی میکنه و شبها واسه خوردن میاد. وقتی کوین واسم این داستانو گفت حدود 7-8 سالم بود. یادم ازش پرسیدم اون چی میخوره؟ باید اشاره کنم که اون موقع کل مردم دهکده داشتن دنبال یه بچه گم شده به نام مارک میگشتن. مارک هم کلاسی من بود و کوین گفت خب معلومه آدم، پس فکر کردیم مارک چی شده؟ وقتی اینو گفت انقدر بلند زدم زیر گریه که مامان و بابام فهمیدن اومدن بالا توی اتاق. مارک دوست من بود و فکر این که الان توی شکممون موجود باشه برام خیلی ترسناک بود. مامان و بابام حسابی از دست کوین عصبانی شدن. یادم حتی بابام زد تو گوشش، نه به خاطر اینکه گریه‌مو در آورد، چون به خودش جرأت داده بود و راجع به کوچه حرف زده بود. البته این آخرین باری نبود که راجع به اون کوچه شنیدم. راستش به مرور زمان موجود توی کوچه شده بود یه جور جوک بین بچه‌ها. هر وقت یه خانواده از دهکده میرفتن یا میفهمیدیم یه نفر تو کلاس غایب شده، به شوخی میگفتیم احتمالاً موجودی که تو کوچه است گرفتتش. واسه ما بچه‌ها خنده‌دار بود، اما واسه بزرگتران نزیاد. حتی یادم یه بار یکی از بچه‌هایی که جلوی مدیر راجبش صحبت کرده بود چند روز از مدرسه اخراج شد. من وقتی 12 سالم شد دیگه هیچکی درباره موجوده توی کوچه شوخی نمی‌کرد، چون روز به روز آدمای بیشتری توی دهکده ناپدید می‌شدن و دیگه موضوع خنده‌دار نبود. یه پسر کلاس دهمی بود به نام اریک، یه قلدر واقعی. همیشه با 3 تا از نوچه‌هاش راه میرفت، بچه‌ها رو میزد، پولاشون رو میگرفت و از اینجور مدل کارا. هیچ وقتم گیر نمیافتاد چون باباش رئیس پلیس بود. اون منو هم خیلی اذیت کرده بود. حتی یه بار سیگارش رو روی بازوی من خاموش کرده بود. جای سیگارش هنوزم که هنوزه معلومه. خلاصه از اون عوضیا مثل سگ میترسیدم، به خصوص از سردستشون اریک. همون موقع ها بود که مامان و بابام تصمیم گرفتن منو بفرستن کلاس رقص محلی. آره، نیست توی مدرسه کم اذیت می شدم، حالا باید اونجا می رفتم. ولی خب آدمای توی کلاس رقص واقعا خوب بودن. اونجا یه عالمه دوستای جدید پیدا کردم. فقط مشکل اینجا بود که کلاسام عصر شروع می شد و تقریبا دم غروب تموم می شد. البته مامان و بابام همیشه به محض تموم شدن کلاس می اومدن دنبالم. یه بار بابام قرار بود بیاد دنبالم ولی نیومد. بعدن بهم گفت که به کلی یادش رفته بود. ای بابا. ولی من میدونستم رفته مشروب بخوره. خلاصه اون روز تصمیم گرفتم پیاده برگردم خونه. حدود ساعت 8 شب بود و هوا داشت تاریک میشد. چراغای خیابون روشن بودن، برای همین نگران نبودم. میخواستم بپیچم توی خیابون که دیدم یه مش اراذل دارن اونجا ول میچرخن. البته که اریک و اکیپش بودن. سعی کردم تا اونجا که میشه با فاصله از کنارشون رد بشم. اریک یه دستبند داشت، احتمالاً از باباش گرفته بود. برای شوخی دست یکی از نوچه هاشو بسته بود به تیر چراغ برق. سعی کردم تا اونجایی که میشه توجهشون رو جلب نکنم، ولی از شانس بدم منو دید. ببین کی اینجاست، بگیریدش. اینو گفت و 2 تا از نوچه هاش دویدن سمت من. سعی کردم دفاع کنم ولی بابا مگه میشد، تعدادشون خیلی زیاد بود. اریک سیگارشو انداخت روی زمین و پاشو گذاشت روش.
بعد دست اون دوستشو باز کرد، همونی که به تیر چراغ بسته شده بود. دوتایی اومدن سمت من و اریک شروع کرد به صحبت. خب خوشحالم که اومدی. چقدر خوششانسی که میتونی بالاخره پنجمین عضو ما باشی. شروع کردن به خندیدن و دوتا از پسرا منو گرفتن و کشوندن. کجا دارید منو میبرید؟ عجله نکن. از یه خیابون گذشتیم، بعد یه خیابون دیگه، بعد در نهایت رسیدیم به مقصدمون. آره، همون کوچه لعنتی بود. همونطور که قبلا گفتم هیچ تیر چراغ برقی اونجا نبود و همه جا توی تاریکی محض بود. از علامت ورود ممنوع هم گذشتیم. من از ترس سعی کردم همه چی و واسه خودم توجیه کنم. اصلا امکان نداره اون داستان راست باشه، همش یه افسانه است، ساختگیه. فقط الکی میخوان منو بترسونن، کتکم میزنن و بعدم ولم میکنن که برم. بالاخره به انتهای کوچه رسیدیم. دیگه چشام به تاریکی عادت کرده بود، برای همین میتونستم بیشتر جاها رو ببینم. یه میله باریک سمت راست کوچه بود و یه در هم سمت چپ. بعد اون نرازلا دست منو بستن به اون میله تا نتونم فرار کنم. بهشون گفتم کارتون اصلاً بامزه نیست و بعد اریک گفت آره راست میگی، بامزه نیست. یعنی هنوز نه. بعد که اینو گفت یه کلید از توی جیبش در آورد، اون درو باز کرد و دوبار در زد. بعدش اتفاقی افتاد که هیچ وقت از یادم نمیره. پسرها و اریک همینطور که بلند بلند میخندیدن پا گذاشتن به فرار. تنها چیزی که میتونستم تو ساختمون ببینم تاریکی بود و بعدش یه چیزی کم کم نمایان شد. 4 تا پا داشت. اولش فکر کردم یه سگ خیلی گنده است، ولی وقتی حرکت کرد برام واضح تر شد. یه موجود بدون مو با یه گردن خیلی بلند، مثل یک قاز یا یه همچین چیزی. میتونستم ستون فقراتش رو ببینم. سرش خمیده روی زمین بود. نمیشد اسم حرکتش رو راه رفتن گذاشت. داشت با سرعت خیلی زیادی میخزید. وقتی به در رسید سرش رو گرفت بالا. من خیلی ترسیده بودم. سر اون موجود یه جورایی شبیه انسان بود، هرچند دماغ نداشت، ولی به جاش یه سوراخ اونجا بود، پر از جای زخم بود. و چشماش مثل آدما بود. بدنش مثل یک انسان بود که روی 4 دست و پا وایساده. بین پاهاش چیزی نبود جز یه جای زخم. دستاش شست نداشتن، شبیه پنجه حیوان بود. از حرکت وایساد و مشغول بو کشیدن شد و بعد مثل یه سگ شروع کرد به نفس. انگار هنوز منو ندیده بود، داشت به دور و برم نگاه میکرد. بعد با هم چشم تو چشم شدیم. وقتی متوجه هم شد دهنشو تا ته باز کرد. از یه انسان عادی خیلی بزرگتر باز شده بود. دندوناش خیلی تیز بود. وقتی دهنشو باز کرد خوفناکترین جیغ عمرمو شنیدم. زدم زیر گریه و داشتم تقلا میکردم و بعد موجود دوید سمت من و پامو گاز گرفت. من با یه پای دیگه با لگد زدم تو سرش که به اندازه قوی بود که پامو ول کنه. میخواست دوباره بپره روم که با بدبختی تونستم میله رو از توی زمین بکشم بیرون و اونم اتفاقی خورد توی سر موجود. اون حیوان احتمالاً فهمید که من خودم آزاد کردم، چون مستقیم برگشت توی ساختمون. بدون هیچ فکری من فقط دویدم سمت خونه، حتی پشت سرمم نگاه نکردم. سالها از اون ماجرا میگذره. به هیچکی راجع به اون ماجرا چیزی نگفتم. 1 سال پیش رئیس پلیس دهکدمون سکته کرد و دیگه کسی نبود که از اریک حمایت کنه و بالاخره یه بار که داشت یکی از نوچه هاشو به حد مرگ میزد گرفتنش و انداختنش توی زندان. حقشه. اون عوضی یه سایکوپته و اون موجود حتی دلم نمیخواد بهش فکر کنم.